سلام بچه، چطوری؟ من زنه هستم. به یه ویدیو جای خوش اومدید بچه. داخل این ویدیو قراره بهتون سنس بهترین پلیر یعنی V2K رو بهتون بدم، سنس، ستینگ و سایز دکمه و DPI. خب بچه، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، این ویدیو رو لایک و یه حمایت از من میکنید و کانال منم ساب کنید و یه کامنت به دلخواه بذارید. خب بچه، من سنس و سنسیویتی و دکمتی رو سایز اینا رو همه رو وسط ویدیو یا آخر ویدیو یه جای ویدیو میگم، پس از اول ویدیو تا آخر ویدیو با من همراه باشین. الان بریم یه ترینی یه تست کنیم. خب بچه، من الان جای درستی نیستم، نمیتونم زیاد درست بازی کنم، گرم نیستم و الان فقط بهتون سنسیویتی و اینا رو بهتون نشون بدم و دیگه از شما یه لایک میکنم و حالا سابسکرایب واجب‌تره. خب بچه، من اول بذار بهتون بگم. خب بچه من الان بذار بهتون بگم DPI برای شیائومی 600 خوبه که V2K خودش گفته بود، و برای سامسونگ هم 600 اوکی نبود 650 بذارین DPI خوبه. و سایز دکمه هم که فکر کنم بهتون گفتم 46 V2K 46 گذاشته بود. خب بریم حالا یه ذره تستش کنیم. که بچه من رو دستم گرم نیست زیاد بخوام. بریم یه چند تگان دیگه برداریم. بچه برای گانه دورزن خیلی خوب میزنه. ببین چقدر خفن میزنه. و بچه حالا بریم یه ستینگ رو بهتون نشون بدم. بچه ستینگ همینطور که میبینین من اینطوری گذاشتم و این از ستینگم. و بله بچه، سنس هم تقریبا حالا بعدا حالا بهتون میگیم سنسش چی بود. خب بچه الان سنس هم بذار بهتون نشون بدم. بچه سنس 110 100 100 100 حالا بقیه 100 و دومین سنس هم همینو
دومین سنس اولی 180 بذارید و بقیه رو 100. اینطوری خیلی خفن میخوره. ممنون که بچه تا اینجا ویدیو همراهیمون کردی. اگه میشه یه لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار.